يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء. همیشه ما میفتیم یا الله یا الله ما را دوست دیگی، یا الله تا نصف شب کلگی گریه میکرد که یا الله یک چیز میخوایم که تو از ما راضی باشی، یا الله ما در زندان باشیم که تو راضی باشی، یا الله تو در دوستیت ما را قبول بکن، یا الله ما متابعت از رسول الله صلی الله علیه و میکنیم، یا الله همین متابعت ما را وقتی که تو گفتی ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر شما مرا دوست دارین متابعت از رسول الله صلی الله علیه و بکنین، به خاطر متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم نام ها سر ما گذاشته شد، در زندان ها برده شدیم، 200 قسم تخریب شدیم، 1000 قسم سر ما تهمت شد، 20,000 قسم سر ما حملات میشه. صرف گناه ما اینمی هست که متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم. و یا الله تو گفتی که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، ما اینمی آیت قرآن خواندیم گفتیم که ما متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم یحببکم الله، یا الله ما را دوست داشته باش. صرف هدف ما کلش در زندگی ما اینمی بوده. چیز دیگه خواستیم، قصر خواستیم، موترهای کروزین خواستیم، مال زیاد خواستیم، در اونمو هم کل نشست برخواست. پس هدف و برنامه یک مسلمان که اگر کل دنیا و ایران به عقیده داشتیم، ما را گفت که استاد مریضی چه قسم است؟ ما گفتیم 1 سال است که من دوای قلبی ندارم. من 3 قسم دوا داشتم. یک دوای من این بود که من باید همیشه در مناطق سرسبز باشم، لکن من در یک اتاقی که در اونجا کتمه اکثرا کسایی را انداختن که بسیار خطرناک زندانیا بودن. از او که اختطافچی خطرناک نمی بود، از او که مثلا قاتل خطرناک نمی بود، از او که انسانی که بسیار قوی و مسلح و در جنگا و در زدن گپا قوی نمی بود، که او در یک لحظه چندین نفر را چپه میکرد. در اونمو همراه ما می بود، لکن در اونمو حالت هم شفا به دست کی هست؟ ابراهیم علیه السلام چی میگه؟ و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی که من مریض شم مرا کی شفا میده؟ الله میده. از نگاه قانون بشر، قانون طبی، سر یک کسی که تکلیف قلبی داشته باشه 2 ماه دوایش قطع کنی میموره. اما تو نیست. از چربیایی که باید برش دکتر میگه زیتون بخوری، روغن فلانی رو نخوری، اگر از رو برش بدی قلبش استاد میشه. اگر فضایی که آزاد از تنفس میکنه، اگر رو سرش قید کنی تنفس کردن نمیتونه، اونجا چی میشه؟ از بین میره. لکن مدد الله چه وقت بر انسان میرسه؟ ما تجربه کردیم. یکی از کسایی که دیده مدد الله چه وقت میرسه؟ مدد الله اون وقت میرسه که وقت برادرای یوسف علیه السلام خودشان خیستن و گفتن ما یوسف هم میکشیم، در چاه میپرتیمش، به یک غلام تبدیل شود، به یک برده تبدیل شود، نام یوسف از تاریخ برداشته شود، در بین ما نباشه. در زمین بر قتل یوسف علیه السلام برنامه سنجی میشد. در آسمان الله متعال فیصله کرد که اینمی جوان را که تو میخوایی که نابود کنی، اینمی جوان یک وقت صدراعظم میشه. و اینمی برادرایش که از کلشان باز میان برازی سر خود خم میکنن، تسلیمش میشه. اما تو شد نشد. پلان زمین تطبیق شد یا پلان آسمان؟ والله غالب علی امره، الله در کارهای خود غالب است، قوی هست. برنامه الله تطبیق میشه، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لکن اکثریت مردم علم ندارن. اکثریت مردم علم ندارن. اکثریت مردم قرآن نمیفهمن. اکثریت مردم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیفهمن.